ده چارچوبه درخستنا کنگره روزنامه‌وانی ده میخائیل بوگدانوف شانده تایبت سروک روسیه لروجلات ناویر و باکور افریقیا دو این راگهاند که او بجدربونا نونرین اپوزیسیونا سوریه ده جوینا کوید نابرا روسیا و ایران و ترکیه ده 18 و 19 و مهده لجنه وره لدارخستن دور نابینه. اردوی درباره ده بوگدانوف گوت که او جوینا سیالی و هجماره که پرسن گریدایی به چاره سرکرنا کریزا سوریه گفتگو بکن. سربار کر که هن گروپیم بسر اپوزیسیونا سوریه این کل اروپا و ترکیه و هن ولاتین کندا و عربی دمینن نیازا آمدبونا خواه ده جوینا سیالی ده یاکو بریار دوی مهده وره لدارخستن در براندن. بوگدانوف هروها امجبو یکیکر که کسن که بجداری دجوینا سیالی ده بکن و بشانده نتوین یگرتیه تایبتش با سوری استیوان ده مستورا را بجوین او جیش با آواکرنا کمیته یک دستوری و بریاره بری لدارخستنا جوینا سیالی لجنفه اپوزیسیونا سوریه لیسته ناوی بربجیرن خوش با اندامتیا کمیته دستوری پیشکشی دی مستورا بکه. جالی خواه جدرک بسر دسته دانو سندکاریا اپوزیسیونا سوریه را گهاند که دسته ریکفتی لسر پیشکش کرنا ناوین بربجیرن خواه بیکو هجمار و ناوین وان اشکره بکه. او جیج با کمیته دستوریا که دی مستورا لسر کردکه دی چارچوه جوینا سیالی لجنفه. میخائیل بوگدانوف شانده تایبت یه سروک روسیه لروجلات ناوین و باکور افریقیا روزنامه‌وانان را گفت که دیدمان هاده در فتک نوهیه تا که همو آلیم پیوندیدار د جوینا سیالی ده ناور هر سی ولاتین گرانتور ده روسیه و ترکیه و ایران ده لجنفه آمده ببن و لگل شانده نتوین یگرتی تایبتش با سوریه استیوان ده مستورا را بجوین. دوی درباره ده جی بریانها دی مستورا را گهاند بو که آرمان جوان جل درخستنا جوینا سیالی لجنفه اواکرنا کمیته یک دستوری نو سوریه را او جل سر دخواز اپوزیسیون سوریه یا کو بریانها دخواز نتوین یگرتی کربو باوی مبسته. لوا عبدو آرک